خب دوستان، به لایو امروز خیلی خوش اومدید که حالا انقدر اینستاگرام قطع شد ما دیگه تصمیم گرفتیم که یه فکری به حالش بکنیم و یه کاری بکنیم که این دیگه انقدر قطع و وصل نشه، اعصاب ما رو خورد نکنه و بتونیم صحبت بکنیم، بتونیم حرف بزنیم که آقا چه اتفاقی داره میفته، شرایط بازارها به چه شکلی هست و روندها چگونه هست. تفاوتی که وبینار امروز با سایر لایف ها داره، خب یک تفاوت بسیار بزرگی دوستان این وسط وجود داره. تفاوت این هستش که ما توی لایف هامون معمولا روندهای کوتاه مدت تری رو بررسی می‌کنیم، روندهای یک هفته، 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه و 2 ماه آینده رو معمولا بررسی می‌کردیم و توی این روندها می‌پرداختیم به اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته، بازارها چجوری میخوان رفتار بکنن. و تفاوت عمده‌ای که امروز وجود داره و تفاوتی که این لایو و این وبینار با سایر لایو ها داره اینه که ما یک دید بلند مدت رو میخوایم بررسی بکنیم و دید بلند مدت رو وقتی میخوایم بررسی بکنیم و روند بلند مدت رو میخوایم بررسی بکنیم، اتفاقی که میافته این هستش که یک دیدگاهی برای انسان‌ها ایجاد میکنه که آقا حرفایی که این آدم زد همین امروز همشون باید اتفاق بیفتن. خب قاعدتا اینجوری نیست. حرفایی که امروز قراره راجبشون بگیم و نکاتی که امروز میخوایم مطرح بکنیم رویدادها و روندهایی هستش که از الان تا میشه گفتش 1 سال آینده میتونن شکل بگیرن و میتونن اتفاق بیفتن. بنابراین یه مقدار میشه گفتش که روندهای بلند مدت تری رو میخوایم راجبشون صحبت بکنیم. به عنوان مثال خب من اومدم امسال گفتم که بیت کوین از محدوده های بالای $100,000 کم کم روندش به پایان میرسه کلا و این روند کلا تموم میشه و دیگه میره برای خودش و این اتفاق هم افتاد. ولی خب میشه گفت چند ماه طول کشید که این روند بخواد بریزه و به سمت پایین حرکت بکنه. فکر می‌کنم 3-4 ماه حداقل اون بالا بازی کرد. ما گفته بودیم بالای $100,000 هرچی فروختی خوب فروختی. خب تا $120,000 هم رفت و خب هر روز آدم‌ها پیام میدادن که آقا چی شد، چه اتفاقی افتاد. توی گفتی دیگه تموم شده روند. گفتم آقا من دارم یک رویکرد بزرگ رو بهت میگم، تو داری هی جلوی پای خودت رو نگاه میکنی و داری همون روز رو نگاه میکنی، همون هفته رو نگاه میکنی و اگر همچین شخصیتی دارید و همچین مدل رویکردی دارید این وبینار به هیچ عنوان به درد شما نمیخوره. من میخوام راجع به اتفاقها و رویدادها و سرمایه گذاریها و ورود و خروج پولهایی بگم که قرار هست در 1 سال آینده اتفاق بیفته. حالا یا در ماه اول 1 سال آینده اتفاق میفته یا در ماه 12 سال آینده اتفاق میفته، ولی این اتفاق در این بازه زمانی میتونه بیفته. پس اگر گفتم فلان چیز به نظر من نزولی در سال آینده، یعنی اینکه کلیت روند در سال آینده یک جایی خواهد چرخید و یک نقطه‌ای خواهد چرخید و یک جایی خواهد ریخت که اگر شما میخواستید وایسید اون بالا بفروشید قاعدتا نمیتونستید. همونطوری که دوستانی که در توهم فروش بیت کوین $123,000 بودن نتونستن بفروشن، رو $60,000 فروختن، روی $70,000 فروختن، رو $80,000 فروختن، نتونستن بفروشن. چرا؟ چون فکر میکنن که 2 روز قبل از اینکه روند بریزه قراره به اینا زنگ بزنن بگن که آقا ما با اجازهتون اگر میشه گفتش که ناراحت نمیشید میخوایم بریزیم به سمت پایین حرکت بکنیم. خب قاعدتا این گونه نخواهد بود و قاعدتا روندها به این شکل نخواهند بود و یک سرمایه گذار معمولا از یک جایی به بعد خلاف جریان اصلی حرکت خواهد کرد. یعنی در اوج بخر بیت کوین میاد به شما میگه که آقا این روند داره به پایان میرسه، نخر. و تو بیت کوین $100,000 $110,000 رو میفروشی، میشه 120
و هر روز میای میگی که آقا چرا به من گفتی بفروش. پس من جنبندی قسمت ابتدای این وبینار رو بخوام بکنم، هر حرفی که دارم میزنم بازش و مدت زمان اتفاق افتادن این حرفها و این نکات از لایف ها بیشتره. یعنی اینکه ما تو لایف ها میگفتیم هفته بعد سعودیه، 2 هفته بعد سعودیه. من دارم راجع به روند 1 سال صحبت میکنم، دارم راجع به روند بلند مدت تر صحبت میکنم، قاعدتاً زمان بیشتری و میشه گفتش که انرژی بیشتری لازم هست برای اینکه این روندها بخوان بچرخن و جهتشون عوض بشه و روندهاشون تغییر بکنه. پس به این نکته خواهش میکنم دقت داشته باشید که چیزی که دارم میگم یک روند بلند مدت هست و یک اتفاق و یک رویکرد بلند مدت هست. اوکی؟ پس هر روز نیایید بگید آقا چی شد چی شد چی شد چی شد چی شد چه اتفاقی افتاد. قاعدتا یه عده از افراد دارن خلاصه نویسی میکنن. خواهش میکنم که این خلاصه رو درست بنویسید و اینو چند تا ستاره جلوش بزنید. خب بخوایم شروع بکنیم و بپردازیم به این که سال آینده چگونه سالی خواهد بود و سال آینده چه اتفاقهایی میتونه بیفته. بزرگترین چیزی که در حال حاضر تو مغز و روان شما دوستان در حال حرکت کردنه و داره رژه میره تو مخ شما، این روند مذاکرات هست. این که آقا چی شد، پس چرا نمیدونم توافق نشد، چرا توافق شد، چرا نمیدونم اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا چی کار من باید بکنم توی این شرایطی که من نمیدونم قرار جنگ بشه یا قرار توافق بشه، من باید چی کار بکنم. این مدل تفکر و این مدل فکر کردن مخصوص انسان‌های عادی. انسان‌های عادی دقیقاً همین شکلی مثل شما فکر میکنن و انسان‌های باهوش و انسان‌های خردمند میان نتایج رو میسنجن. این که آقا اوکی نمیدونم اگر توافقه خب چی میشه، اگر جنگه چی میشه. انسان‌های باهوشتر روند بازارها و جریانات رو بو میکشن و امروز خیلی ساده من به شما توضیح میدم که اصلا دیگه لازم نیست به این قضیه شما فکر بکنید. چرا؟ چون خروجی هر دو حالت یکی هست. شما در صورتی که جنگ بشه و در صورتی که جنگی اتفاق بیفته، خروجی این جنگ این هستش که ما از تحریم در میایم و دیگه تحریم نخواهیم بود. کل درگیری هایی که شما دارید در این 1 سال اخیر 2 سال اخیر میبینید، خروجی اینها این هستش که اینها میخوان وارد معاملات بشن و میخوان ایران رو وارد معاملات جهانی بکنن. نیاز دارن، هم به جاش نیاز دارن، هم به نفتش نیاز دارن، هم به منابع انسانیش نیاز دارن، هم به جایگاه منطقه‌ایش نیاز دارن، به همه چیش نیاز دارن. خب دارن همه فشار رو میارن تا ببینن چجوری میتونن شرایط رو دست بگیرن که بخوان ایران رو از تحریم در بیارن. و اگر توافق هم بشود و اگر مذاکره هم بشود، باز هم ایران رو از تحریم در می آورند، چون یک سری شرایطی داشتن که با اون شرایط کنار آمدیم و کنار آمدند و چون با اون شرایط کنار آمدند ایران رو از تحریم در میارن، چون که به خیلی از منابعی که داره احتیاج دارد، به اون منابعی که خدمتتون گفتم. پس این که شما فکر میکنید که کلیه فعالیت هاتون رو باید کنسل بکنید و بشینید در انتظار این که میزنه یا نمیزنه به قول اون دوستان، به نظر من این رویکرد زیاد رویکردیه که خب همه اجرا میکنن دیگه. یعنی رویکرد بسیار رایجی هست که شما دارید میبینید همه نشستن و دارن نگاه میکنن منتظر.
من خروجی هر دو رویکرد رو دارم بهتون میگم. من دارم بهتون میگم چه A بشه چه B بشه خروجیش Cه. خب خروجی A Cه، خروجی B هم Cه. خب من وقتی اینکه خروجی ها برای من انقدر واضح هستش که من میتونم ببینم که آقا اینها دارن فشار میارن، خود ایلان ماسک به نظر شما چرا انقدر داره حمایت میکنه؟ چرا انقدر داره از این روندها استفاده میکنه و این روندها رو تشویق میکنه؟ دلیلش این هستش که شاید میخوان سرمایه گذاری بکنن، شاید میخوان پولی جابجا بکنن، شاید دارن حساب کتابی با خودشون تو ماشین حساب میکنن که اگر من $1 اونجا بذارم و بتونم بذارم $3 قراره بردارم. خب پس دقت داشته باشید چه حالت A اتفاق بیفته، یعنی به جنگی منجر بشه، خروجیش میشه C. چه حالت B اتفاق بیفته، یعنی توافقی شکل بگیره، مذاکره‌ای شکل بگیره و هر روندی که شکل بگیره و این گفتگوها اگر اتفاق بیفته باز هم خروجیش میشه C. پس ما به احتمال خیلی زیاد سال آینده در شرایطی زندگی خواهیم کرد و در دورانی زندگی خواهیم کرد که آروم آروم به سمت برداشته شدن تحریم ها بخوایم پیش بریم. اینکه در جامعه زندگی بکنیم که تحریم هاش یه بخشیش یا حتی به طور کلیش همونطوری که خب دیدیم برای بعضی از مناطق برداشته شد، اینجا هم بخواد برداشته بشه و میشه گفتش که یه مقدار شرایط از این حالت بهتر بشه. چرا که خودتون میدونید و خب میشه گفت اکثر ما میدونیم که شرایط و اوضاع و زندگی ها واقعا دیگه با این فشارهای اقتصادی یه مقدار کنترلش و میشه گفت مدیریت کردنش سخت شده و این رو هم از داخل میدونن، هم اونهایی که از بیرون دارن فشار میارن میدونن و به نظر میاد که بخوایم جنبندی بکنیم و بخوایم شرایط رو ببندیم، من نظرم این هستش که سال آینده در سالی زندگی خواهیم کرد که دیگر این فشارهای اقتصادی وجود نداشته باشه یا خیلی کمرنگتر شده باشه و این نظر منه. من اول امسال براتون استوری گذاشتم و بهتون گفتم که امسال سال بسیار بدی هست، از لحاظ اقتصادی هم سال بسیار بدی هست و خب خیلی آمدن گفتن که تو میای مثلا آدم ها رو ناامید میکنی و نمیدونم فلان میکنی. خب اول سال قاعدتا انقدر بد نبود، مثلا اول امسال اگر نگاه کنی خوب بود، یعنی شرایط خیلی میزون بود، زندگی ها هم میزون بود، روند ها هم میزون بود. درسته دلار 80,000 تومان بود ولی میگشت، باز میدونی مثلا زندگی ها داشت میچرخید. ولی هرچی جلوتر رفت هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی خب شرایط سخت‌تر شد و خودتون دیدید که سال بدی بود. در ادامهش نوشته بودم که سال آینده سال بسیار خوبی خواهد بود و من خودم به شخص دارم آماده میشم که وارد سال بسیار خوبی بشم. چرا که فکر میکنم خروجی تمامی این رویدادها و خروجی تمام این سختی‌ها و تمامی این اتفاقهایی که شکل گرفت و تمام این رویدادهایی که دیدیم خروجیش به نظر من خروجی بسیار خوبی خواهد بود. و نکته‌ای که هستش اینه که ما چندین بار اومدیم گفتیم که زمستان سردی پیش روه و زمستان سختی پیش روه و خب خیلی آمدن گفتن که زمستون سختی هست و فلان و اینها. بله زمستون سردی هم شد، زمستون سختی هم شد، شرایط هم سخت شد و بدترین نکته زمستون و بدترین اتفاق زمستون شاید این هستش که یک مرحله‌ای در زمستون وجود داره که یه لحظه هوا گرم میشه و تو پیش خودت میگی دیگه کم کم بهار قرار شروع بشه، شکوفه ها در میان، جوانه میزنن، چمن‌ها کم کم شروع میکنن سبز شدن
و یهو میبینی که سرمای آخر زمستون تمام این جوانه ها رو میزنه، تمام اون شکوفه ها میریزن و پیش خودت میگی که آقا شاید اصلا این زمستون تموم بشو نیست و این زمستون پایانی نداره. ولی نکته‌ای که هست ریزش شکوفه ها و از بین رفتن اون جوانه ها نشان دهنده آمدن بهاره، یعنی اینکه یک بهاری قرار شروع بشه، یک بهاری قرار بیاد و این رسم دنیاست و این مدل دنیاست و هزینه‌اش رو اون شکوفه ها و اون جوانه هایی که ریختن پرداخت کردن و من دارم میگم که به زودی بهار میاد. 14 روز دیگه، 15 روز دیگه یا 20 روز دیگه عید که بشه حال و هوا عوض میشه، شرایط حالت کم کم خوب میشه، اوضاع یه مقدار میتونه بهتر بشه و اگر حالت خوب شد، شرایط بهتر شد و وقتی که شرایط بهتر شد نباید فراموش کنیم اون شکوفه ها و اون جوانه هایی که میشه گفت زمستون و اون سرمای زمستون اونها رو از بین برد. پس دقت داشته باشین دوستان که از هر لحاظی که ما بخوایم بررسی بکنیم و سال آینده رو بسنجیم، ما دو حالت داریم. حالت اولمون جنگ، حالت دوممون توافقه. من اصلا میگم که ما فرض میکنیم کل دعوا توی فضای مجازی همینه دیگه، یکی میگه توافق میشه، یکی میگه جنگ میشه. من میگم توافق میشه، خروجی توافق خروج از تحریم. جنگ میشه، خروجی جنگ هم خروج از تحریمه. پس هر کدوم از حالتهای A و B اتفاق بیفته، ما داریم به حالت C که خروج از تحریم ها هست نزدیک میشیم. و خب خیلی ها اومدن گفتن که آقا شما گفتی که مثلا بازار ماشین های خارجی در سال آینده ضعیف میشه. بعد من کلن هر گونه دارایی دلاری رو و هر گونه دارایی که مبتنی بر دلار هست رو در سال آینده میشه گفتش که ضعیف میبینم. یعنی فکر میکنم که بازار در سال آینده بازاری هستش که ما آرام آرام وارد تقویت ارزش پول ملی میشیم و این روندی که شروع شده یه مقدار تضعیف میشه و اون قدرت خودش رو از دست میده، چون که شرایط بیشتر از این با این روندها نمیتواند ادامه پیدا بکند. پس این تحلیلی هست و این روندی هست و این مدلی هست و این چیزی هست که من نسبت به سال آینده انتظار دارم و من فکر میکنم که این اتفاق میفته. یعنی ممکنه که سال آینده ما بتونیم دوباره بریم تو صرافی بایننس ترید کنیم، بریم تو همون صرافی ارز دیجیتال بزرگ بایننس که خب بزرگترین صرافی دنیا هم بود ترید بکنیم و این چیزی هستش که من از سال آینده انتظار دارم به شخصه. شاید بگید که من دارم خیلی خوشبینانه فکر میکنم یا نمیدونم دلخوشی زده زیر دلم یا نمیدونم هر نکته دیگه‌ای، هر جوری که شما بگید اوکی، من اصلا هیچ بحثی با هیچ کسی ندارم، هیچ میشه گفتش چی میگن دعوایی هم با کسی ندارم. من نظرم اینه، همونطوری که نظرم راجع به امسال این بود. زمانی که شما گفتید که تو داری بدبینانه نگاه میکنی، دیدید که بدترین حالت ممکن بود. چرا؟ چون من منطقی نگاه کردم، من اون چیزی که میخواست اتفاق بیفته رو نگاه کردم و الان هم که دارم روشن نگاه میکنم ممکنه یه عده بیان بگن تو خیلی داری خوشبینانه نگاه میکنی. باز هم بحثی ندارم و میبینیم چه اتفاقی میفته و میبینیم که روزگار چجوری سال آینده رو بازی خواهد کرد و من فکر میکنم که اینجوری بازی میکنه، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ همون گردش فصل ها که بهتون گفتم. به نظر من سال آینده سالی هستش که ما شرایطمون و روزگارمون میشه گفتش که
بهتر از این خواهد بود. و نکته‌ای که وجود میاد اینه که من تاکید دارم میکنم حرفی که من دارم میزنم میتونه برج 1 سال آینده اتفاق بیفته، میتونه برج 12 سال آینده اتفاق بیفته، میتونه برج 6 سال آینده اتفاق بیفته. پس اگر داری با حرف من الان فکر میکنی و داری این حرف رو تجزیه تحلیل میکنی، فردا نری نمیدونم طلا تو یه مقدار بفروشی، بگی تو گفتی میریزه، بعد 21 میلیون 22 میلیون بشه 24 میلیون بخوای بیای هی به من قور بزنی که آقا دیدی نریخت، دیدی اینجوری نشد، دیدی اونجوری نشد. من دارم راجع به یک چرخشی صحبت میکنم، همونطوری که بیت کوین برای اینکه بچرخه و از روزی که من گفتم دیگه نخرید به درد نمیخوره میریزه، روند کلیش به پایان رسیده، 3-4 ماه طول کشید. اصلا 3-4 ماه طول کشیدش به کنار و اون زمانی که طول کشید رو بذار کنار، نوسان خلاف هم داشت. یعنی یه مقداری میشه گفت یه جوری اصلا داشت بالا میرفت که همه داشتن به من خورده میگرفتن که اصلا ما میخواستیم بیت کوین $100,000 بخریم بشه $400,000 چون که فلان شرکت بزرگ گفته میشه و برو بخر. خب و امیدوارم که نخریده باشی. پس دقت داشته باشین دوستان که این یک رویکرد بلند مدته. اسم این وبینار فرصت‌های سرمایه گذاری سال آینده است. فرصت سرمایه گذاری و سرمایه گذار مدلش با مدل ترید کردن و مدل نوسانگیری های کوتاه مدت و نوسانگیری های موقت بسیار زیاد متفاوته. اون داره یک بازه زمانی بلند مدت تری رو در نظر میگیره. من میگم بیت کوین قراره بریزه، $100,000 فروختم، خوب فروختم، 110 فروختم، نوش جونم، 120 فروختم، گلو زدم. وقتی که من مدل ذهنی رو میچرخونم و پیش خودم میگم دیگه قراره بریزه، من اینجوری فکر میکنم. حالا اینکه شما میخوای طلا رو نمیدونم خورد انقدر تبدیل بکنی یا نمیدونم دلار تو انقدر تبدیل بکنی و اصلا به چی تبدیل بکنی، اینها چیزهایی هستش که باید مد نظر داشته باشی که در کوتاه مدت دلار ممکنه تا محدوده 180,000 تومان رشد داشته باشه. بهتر اگر اون تا اونجا بخواد حرکت کنه، طلا میتونه تا گرمی 24 تومان هم رشد بکنه، یعنی میتونه تو اون محدوده ها هم حرکت بکنه. پس این روند کوتاه مدتش فعلا اینه و این حرکت کوتاه مدتش فعلا اینه. اما اگر اون چیزی که من دارم بهتون میگم اتفاق بیفته، ما چه از حالت A بریم چه از حالت B بریم و از تحریم ها سال آینده خارج بشیم و دیگر تحریم نباشیم و دیگر فشارهای اقتصادی بیرونی انقدر زیاد نباشه، چه بازاری هست که میتونه کمترین ریزش رو داشته باشه و چجوری من میتونم ریسک سرمایه و ریسک دارایی خودم رو کاهش بدم. یکی از روش‌هاش و یکی از راه‌هایی که شما میتونید ریسک داراییتون رو کم بکنید، تبدیل دارایی هاتون به ملک. بازار ملک در ایران بازاری بود که همواره دلار محور حرکت میکرد و همواره با دلار حرکت میکرد و همواره با دلار به سمت بالا حرکت میکرد تا جنگ 12 روزه شکل گرفت. یعنی اگر بخوایم خوردش بکنیم، یعنی رندش بکنیم، میشه گفتش تا شروع امسال. خب و تا شروع امسال روند اینجوری بود. از شروع امسال به خاطر جنگی که شد و اتفاقهایی که افتاد، میشه گفتش که خب این روندها دیگه با همدیگه حرکت نکردن و بازار ملک از دلار جا موند. نکته ای که هست و چیزی که هست، اگر حرفی که من میزنم اتفاق بیفته، قاعدتاً دلار به سمت پایین حرکت میکنه، قاعدتاً طلا به سمت پایین حرکت میکنه، قاعدتاً ملک هم ممکنه مقداری به سمت پایین حرکت بکنه. خب ولی وقتی که ملک بیاد به سمت پایین حرکت بکنه، ملک یک چیزی هست که یک بازاری هست که تقاضا محوره. علل خصوص توی شهرهای بزرگ این بازار کم کم دیگه داره اشباع میشه، یعنی جا برای ساختن به اون صورت توی تهران دیگه وجود نه. هر جا رو گیر آوردن اینا
ساختنش و گندش کردن. بنابراین نکته‌ای که هست اینه که این بازار ملک که میگم سال آینده میتونه به سمت پایین حرکت بکنه. همون لحظه‌ای که طلا و دلار منفی میشن این هم میتونه منفی بشه. اما نکته‌ای که هست اینه که این منفی شدن خودش رو میتونه به سرعت پس بگیره و حتی کمتر از بازارهای دیگه منفی بشه. اوکی؟ پس اتفاقی که میتونه برای این بازار بیفته این هستش که این بازار میتونه کمتر منفی بشه. چرا؟ چون بازار ملک بازاری هستش که ماهیت مصرفی داره و این بازار میشه گفتش بازار مصرفی هست و تقاضا روی این بازار به شدت تاثیر داره چون که ارزش اونقدر زیاد نیست. پس اولین بازاری که شما میتونید برای سال آینده مد نظر داشته باشید بازار ملک هست. این که آقا شما با حرف من طلای 6 میلیونی خریدید، درسته؟ و من وظیفه داشتم که بیام اینجا امروز، خیلیاتون دارید از من میپرسید که آخه من طلای 6 میلیونی خریدم شد 20 میلیون، دمت هم گرم شد 22 میلیون، 4 برابر شد پولم. ملکم 4 برابر نشد، ماشینم نشد، دلار هم نشد. خب الان پولمو چیکار کنم؟ خب یعنی این سوالی هستش که خب زیاد توی دایرکت من داره اتفاق میفته. خیلی‌ها رو 2200 که من گفتم خریدن نگه داشتن. چون گفتم یه روزی آرزوت میشه که 1 گرم طلا بخری. خب درسته که کاملا آرزو نشد ولی خب گرمی 20 میلیون یعنی 3 گرم شما بخری، 5 گرم بخری 100 میلیون باید پول بدید. تازه 5 گرم آب شده. اگر زینتی بخری که دیگه هیچی. یه زمانی شما با 100 میلیون طلای سنگین میتونستی برداری، طلای جونداری میتونستی برداری. خب پس اگر با حرف من اومدید جلو و اون کارو کردید، من الان به شما نمیتونم بگم که آقا حتما این کارو بکن، من نمیتونم بگم که حتما این اتفاق میفته. خب من دارم چیزی و کاری که خودم انجام دادم رو میگم. من اون روز که خریدم و اون روزی که طلا گرفتم به شما گفتم من خریدم، خواهش ازتون کردم، تمنا کردم، التماس کردم، گفت آقا بخرید، خوبه و هر کاری بود تونستم کردم. خب خیلی آمدن گفتن که این خودش طلا فروشه، با طلا فروشا بسته. من اگر میخواستم ببندم یه سایت مثل بقیه افرادی که میبینید بالا میآوردم تو اون سایت طلا میفروختم. اگر میخواستم طلا فروش بهتون معرفی میکردم برید فلانجا بخرید، درصد میگرفتم. من صادقانه اون چیزی که درست بود رو اون روز بهتون گفتم و اون کاری که انجام دادم خودم رو بهتون گفتم. امروز هم فکر میکنم تصمیم درست برای من اینه و من دارم این تصمیم رو میگیرم. من مدل ذهنی اینه که ما سال آینده تحریم نیستیم. حالا ممکنه شما بگی نه هستیم، ممکنه یکی بگه نه نیستیم. خب اگر خودتون دارید تجزیه تحلیل میکنید، خودتون هم دارید فکر میکنید و خودتون هم دارید به نتایجی میرسین، میشه گفتش صحبت‌های من رو صرفاً مبنای تصمیم گیری خودتون قرار ندید. با خرد خودتون، با منطق خودتون، با ذهنیت خودتون بسنجیدش. من علاوه بر این که منطقم داره بهم میگه سال بعد سال بسیار خوبیه، بیشتر از منطقم و در کنار منطقم حسم، شمع سرمایه گذاری و اون حس سرمایه گذاری داره من این رو میده. من حس میکنم که ما سال آینده وارد سال متفاوتی میشیم و وارد دوران متفاوتی میشیم که شرایط با شرایط امروز فرق داره. وارد دورانی میشیم که پول وارد عرصه گردشگری میشه، پول وارد اقتصاد میشه و موقعیت دومی که در کنار ملک وجود داره برای اینکه شما بخواید میشه گفتش استفاده بکنید از روندهای سال آینده و فرصتهای سال آینده، سهم‌هایی هستن که توی بورس ایران بر مبنای صادرات دارن کار میکنن. یعنی اینا سهم‌هایی بودن که تا میشه گفتش چندین سال تحریم هستن و توی این تحریم
به شدت له شدن. سهم‌هایی از گروه فولادی، سهم‌هایی از گروه پتروشیمی ها و این سهم‌هایی هستن که به نظر من پتانسیل دارن که برای اولین بار بعد از 10 سال 15 سال خودشون رشد کنن، نه به خاطر تورم، نه به خاطر بی‌ارزش شدن پول، واقعا خودشون از درون سرمایه گذار جذب کنن، پول واردشون بشه و بخوان رشدهایی رو انجام بدن که به سمت بالا بخوان حرکت بکنن. این نظری هست و این اتفاقی هست که به نظر من برای سال آینده ما میتونیم انتظار داشته باشیم. خب پس این هم یکی دیگه از فرصت‌هایی هست که برای سال آینده وجود داره. اما در حال حاضر میشه گفتش که شرایط به نظر من این گونه هست و روندها هم به نظر من این گونه هستن و من این مدلی فکر میکنم، نه بحثی راجبش دارم، نه حوصله نمیدونم اینکه در فلان مناظره شرکت کنید بحث کنید. هیچ بحثی وجود نداره. از دیدگاه من هیچ بحثی وجود نداره. چرا؟ چون من این مدلی فکر میکنم. من اونقدر مرد هستم و اونقدر میشه گفتش جسارتش رو دارم که کارهایی که در این چند سال کردم رو همواره جلوی چندین هزار نفر آدم اعلام کردم و همواره عواقبش رو پذیرفتم. عواقبی که همواره 2 تا کامنت نبوده، یعنی کامنت اصلا در مقابل خیلی از عواقب چیزی نیستش، یعنی اصلا عددی نیست. خب پس این کاری هست و این روشی هست و این مدلی هستش که من قرار هست برای سال آینده پیاده بکنم. من یک بخشی از دارایی ها رو تبدیل به ملک میکنم، همونطوری که دیدید من BMW سری 7 خودم رو فروختم و هنوز که هنوزه خیلی هم میگن که این حرکت خیلی عجیب بود، فروختم. من مقداری از طلاهای خودم رو فروختم. چرا این کار رو کردم؟ چون دارم تبدیل میکنم به موقعیت‌های دیگه، دارم ریسک سرمایه رو میارم پایین و قاعدتاً همشو یه جا خالی نمیکنم. خب یه مقداریش هم ممکنه یه مدت دیگه خالی بکنم، یه مدت دیگه تبدیل بکنم. خب ولی در حال حاضر به نظر من با توجه به روندهایی که داریم میبینیم، چیزی که اتفاق میفته، بازار داره به این سمت پیش میره و این چیزی هستش که من انتظار دارم. در مورد بازار داخل ما این روندها رو پیش رو خواهیم داشت و اما در مورد بازار ارزهای دیجیتال و بازار کریپتو اگر بخوایم صحبت بکنیم، ببینید دوستان، من باز هم تکرار میکنم صحبتم رو، حرفهای من با لایف هایی که هر هفته داریم میذاریم یک تفاوت بسیار بزرگ داره. بازه اتفاق افتادنش بزرگتره. در بازه زمانی بزرگتر، در رنج زمانی بسیار بزرگتری میتونه این اتفاقها بیفته. حالا ممکنه فردا بیفته، ممکنه سال دیگه بیفته، ممکنه برج، یعنی سال دیگه منظورم برج 11 سال دیگه بیفته و نمیشه دقیق گفت که کی دقیقاً قراره که این اتفاق بیفته و این روند بخواد چرخش خودش رو انجام بده. اما در مورد بازار ارزهای دیجیتال و راجب بیت کوین خیلی از من سوال میپرسین. ببینید دوستان، در مورد بازار کریپتو آیا ما سرمایه گذاری بکنیم یا نکنیم؟ خوب ریخته ها و خیلی خوبم به سمت پایین حرکت کرده، بخریم یا نخریم؟ ببینید دوستان، بیت کوین یک مبحثی رو داره و یک نکته بسیار مهمی رو توی بازار ارزهای دیجیتال شما دارید به اسم بالانسد پرایس. بالانسد پرایس به معنای قیمت تعادلی هست، قیمتی که بازار اونجا به یک تعادلی میرسه. من یه پستی گذاشتم وقتی که بیت کوین
رو محدوده $20,000 بود که آقا ریزش تمام شد بخرید. یه مقدار بالا و پایین همینجوری پریدم و اینا. تو اون ویدیو حالا یه رپری هست میگه روزای خوب نوجوانی رفتش وای، اون روزای خوب چقدر دوریش سخته. آخر جوان بودیم و میشه گفتش که یه مقدار احساسات بیشتری داشتم، یه مقدار زندگی پررنگتر بود، زندگی برگای زندگی قشنگتر بود، نمیدونم رنگ سبزش زیبا بود، رنگ آبی بارونش قشنگ بود، بوها خوب بود. الان نیست واقعا اونجوری که مثلا چند سال پیش بودم نیست. الان یه مقدار ساکت تر شده، یعنی اگر دقت کنید زیاد آدم پرهیاهویی مثل گذشته ها نیستم و یه مقدار میشه گفت ساکت تر دارم فعالیت میکنم. اینجا ما پریدیم بالا و پایین و گفتیم که از اینجا این دیگه پرواز میکنه و میره تو آسمون و رفت. حالا من دیگه از بالای $70,000 پله پله شروع کردم خالی کردن و نکته‌ای که هست اینه که شما اگر دقت بکنید 330 روز طول کشیده که این روند 2 ماه بریزه، 3 ماه بریزه. یعنی 330 روز آماده سازی برای 2 ماه ریزش. خب یک روند به همین سادگی تقی نمیخوره و برگرده. یک روند نیازمند آماده سازیه، نیازمند ایجاد زیرساخت هایی برای چرخشه و روندهای تورمی معمولاً به این سادگی برگشت نمیخورن. بنابراین من دارم تاکید میکنم که چی میگن، حرفهای من رو با دید بزرگتری به نسبت گذشته نگاه کنید. چرا اینجا من اینو گذاشتم؟ چون اون موقع قیمت تعادلی بیت کوین تو محدودهای $18,000-19,000 بود. یعنی اینکه این محدودهای $18,000-19,000 جایی بودش که قیمت تعادلی بیت کوین بود. اون قیمت تعادلی و اون بالانس پرایس در حال حاضر در محدوده $40,000 قرار گرفته. خبر بعد برای بازار کریپتو اینه که قیمت تعادلی در محدوده $40,000 قرار گرفته. آیا میتونه یه سر بزنه به مثلا چه میدونم $90,000 $100,000 بعد بریزه؟ آیا میتونه نمیدونم مثلا بره یه سقف بالاتر که فکر نمی کنم بره اصلا $111,000 بشه بعد بریزه؟ هر بازی که بکنه و هر گونه بازی که شکل بده، چه از اینجا مستقیم بیاد سراغ این، چه بره بالا بعد بیاد سراغ این میاد امسال سراغ این. امسال نوبت اومدن سراغ اینه، محدوده 40,000 تا و حتی من فکر میکنم که یه سر به $30,000 هم خواهد زد. این حرف من حرف امروز من نیست، این حرف رو من این بالا زدم وقتی که $100,000 بود، وقتی که $110,000 بود. من این حرف رو اونجا بهتون زدم. سر کلاس هام یه عزیزی اومد برای اینکه بازار کریپتو رو یاد بگیره. این 10 تا بیت کوین داشت و از این انسان‌های خوشمشرب که از این چیزها رو دیدید توی اینستاگرام، یه مقدار سن و سالی ازشون گذشته ولی مثلا رو کشتیان، یه زنجیره طلای اینجوری دارن، یه همچین وایبی بهت میداد. حالا دیگه بیشتر توضیح بده. خب و این اونجا آمد گفتش که آقا این بیت کوین ها رو چیکار کنم؟ من گفتم بفروش. آخه 10 تا بیت کوین رو اونجا نمیتونم باهاش کاسبی را بندازم، نمیتونم باهاش خونه بخرم. $1,000,000 میشد. گفتم که خب نمیدونم چیکار دوست داری باشو کنی. گفت دوستم اینو رولز رویس بخرم. گفتم بخر. امیدوارم که خریده باشی. امیدوارم که این کار رو کرده باشی و این کار رو انجام داده باشی. اگر این کار نکرده باشی نمیدونم. پس حرکت بازار کریپتو دوستان یا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی میتونه یه بالا بزنه بعدش این کار انجام بده، حرکت به سمت این محدود است.
حرکت یعنی این محدوده رو هدف گرفته و میخواد بیاد بشینه و خودش رو به سمت این محدوده 30 تا 40 هزار دلار برسونه، چون که اینجا قیمت تعادلیشه و بیت کوین زمانی که ریزش رو شروع میکنه معمولا تا قیمت تعادلی خودش برمیگرده. اما چرا قراره که بریزه؟ ببینید دوستان، شما هر سالی که بیت کوین بالا میره یه بالا دارید و بعد از این بالا یه پایین دارید، درسته؟ از 3000 دلار میشه 20000 دلار، ببخشید میشه 60000 دلار، از 60 تا میشه 20 تا، 3 به 60 60 به 20. وقتی که میخواد بشه یه موج نزولی بزرگ هفتگی میزنه، یعنی یک ریزش هفتگی به نسبت خوب رو نشون میده و بهتون میفهمونه که من دیگه ریزشی ام. خب نکته ای که هست اینه که این ریزش شروع شده و امسال موقعیت خیلی خوبی هست که شما اینو تو واچ لیست خودتون بذارید که این اومد پایین، موج بعدی رو بخوایم دوباره سوارش بشیم، چون که این میاد پایین و این اومدن پایین میتونه موقعیت‌های خوبی بسازه. خود من سود بسیار خوبی از بیت کوین 3 تا 60000 گرفتم، سود بسیار خوبی از 20 تا 90 80 70 100. من اینجا داشتم هی پله پله برای خودم خالی میکرد، خب سود خوبی اینجا گرفتم. خب و این سود دلاریه و تورم در رفتم هست، یعنی دیگه تورم توش حساب نشده و خب سود خالصه. پس نکته‌ای که وجود میاد این هستش که بازار کریپتو و جمعیاً آلت کوین ها و میشه گفتش هر ارزی که هست، هر بالایی که بده فرصت توبه است و فرصت این هستش که بیای بشینی بیرون و صبر بکنی تا اینکه بخواد یه برگشتی رو بزنه. اگر دقت بکنید تو تایم ماهیانه 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه روند نزولی داشتیم، این بیاد بالا تازه میخوره تو دل این ریزشی که اتفاق افتاده و پولبکی هست برای لگ دوم. یعنی این حرکت و این ریزش که این بالا اتفاق افتاده معکوس این حرکت صعودیه. شما اگر دقت کنید این حرکت صعودی یک لگ دومی داشت، یک حرکت دومی داشت. حرکت های قوی معمولا لگ دوم دارن، این حرکت برمیگرده میتونه مجدد به سمت پایین حرکت بکنه و لگ دوم ریزش خودش رو بخواد برای ما شکل بده. پس به این نکته هم ما باید توجه داشته باشیم. بالاهایی که میزنه فرصت توبه است و فرصت تفکر به کارهای زشتی بوده که شاید و امیدوارم که انجام نداده باشیم و بدین شکل. جمع‌بندی اگر بخوام بکنم سال آینده چجوری من رفتار خواهم کرد، شما هر مدلی که دوست داشتید رفتار کنید. من در سال آینده طلا و دلار رو زیاد مناسب نمیدونم. اگر کسی داشته باشه و یا خودم اگر داشته باشم تبدیلش میکنم به ملک یا زمین، ترجیحاً شهرهای بزرگ، شهرهای صنعتی یا مناطق گردشگری، اونم خوب میشه. و اگر بخوام هجومی تر کار بکنم چیکار میتونم بکنم؟ یه دقیقه صبر کنید، الان میام. هجومی ترش رو حالا ادامه امسال میگم، ولش کن. هجومی ترش همینجوریش حرفای من به اندازه کافی فکر میکنم که
هجومی هست. یعنی همینجوری فکر میکنم به اندازه کافی میشه گفتش اون کاری که دارم انجام میدم و دارم میگم دیگه. حالا پس دلار و طلا رو به نظر من برای سال آینده من زیاد مناسب نمیدونم. این به معنای فروش کل دارایی ها نیست، این به معنای تبدیل بخشی از اینها به بخشی از اینها هستش. خب ماشین خارجی به نظر من خوب نیست مگر اینکه رویکرد مصرفی داشته باشه. من که فروختم. عرضم به حضور شریفتون بورس خوبه، اما این چیز داره، یه اما داره، مخصوص دوستانی هست که به این جمله‌ای که من دارم میگم عمل میکنن. یه بودجه‌ای گذاشتن کنار برای این، مثلا چه بدونم 100 میلیون، 200 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 10 میلیارد و این پول رو تقسیم بر 3 کردن و تو این دارن پله پله کار میکنن و دارن روی سهمای فولادی، پتروشیمی و روی این سهم‌ها دارن فکر میکنن. این برای اون دوستان خوبه. و ارز دیجیتال، یعنی حالا به صور خلاصه می نویسیم بیت کوین، این هم خوبه هم بده. دوستانی که بلدن نوسانشو بگیرن که خب اصلا صحبتی راجبش نیست. دوستانی که میتونن معاملات رو توش انجام بدن باز هم صحبتی توش نیست. و دوستانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن بعد منتظر محدوده 30 تا 40 هزار دلار باشن. توی اون محدوده و توی اون بازه معاملاتی جاهایی هستش که به دید بلند مدت شما میتونید کار بکنید. آیا میرسه اونجا؟ به نظر من میرسه. چرا میرسه؟ چون تو تایم ماهیانه 4 ماه بیت کوین ریخته و این شبیه اینه. یعنی من انتظارم که یه بالایی بزنه و مثلا یه بالا بزنه بره لگ، اصلا همین یه بالایی بزنه بره برای لگ دوم خودش، بخواد حرکت دومی خودش رو تشکیل بده. پس این روند بازار آینده است و دوستانی که حالا میخوان مثلا تبدیل بکنن دلارها و طلاهاشون رو به ملک و زمین، باید مد نظر داشته باشن ملک شما و زمینی که دارید میگیرید یا باید توی شهرهای بزرگ باشه یا در مناطق گردشگری باشه یا در مناطق تجاری، یعنی در شهرهای تجاری ایران، جاهایی که توی صادرات و واردات نقش دارن، جاهایی که مناطق مرزی بسیار مهمی هستن. بعد اون جاها میشه گفتش توی اون محدوده ها باشه. و اگر بچه اون محدوده ها هستید که اصلا دارید توی هم منطقه خودتون سرمایه گذاری بکنید، خب یه مقدار خیالتون هم راحت تره، حداقل همون آدم ها رو میشناسید، هم میشه گفتش روندها رو. اما اگر بخوایم میشه گفتش بررسی بکنیم، فکر نمی کنم که بازار دیگه ای اینجا مونده باشه که بخواد بررسی بشه. و من دارم میگم دوستان، این کاری بود که من کردم و اینکه حالا این کاری که من کردم قاعدتاً درسته، کاملا درسته، یا اصلا مدلی که من دارم فکر میکنم 100% درسته، من نمیتونم تضمین بکنم که هیچ کسی، هیچ انسان عاقلی نمیتونه تضمین بکنه که 100% راهی که داره میره و مسیری که داره میره و مدلی که داره فکر میکنه درسته. فقط میتونه بگه که میتونی پیش خودت بگی که آقا منطقی صحبت کرد یا منطقی صحبت
نکرد. خب من فکر میکنم که با توجه به مدلی که من دارم میبینم و روندی که دارم میبینم، شرایط داره به این سمت پیش میره که پول از اون بالایی ها، یعنی دلار و طلا و ماشین های خارجی، خارج بشه و وارد این ور بشه و در بازار جهانی هم که اصلا بیت کوین به نظر من تکلیفش خیلی واضح تر از بقیه بازارها داره مشاهده میشه. دلیل اینکه بازار در حال حاضر ساکت هست هم دوستان، یعنی اگر بخوایم یک تحلیل کوتاه مدت تری رو از بازار داخل داشته باشیم، دقت اگر بکنید میبینید که دلار یک صبر کن تتر دوستان میخواد لگ دوم این حرکت رو بزنه. حالا تتر و دلار رو چرا داریم تحلیل میکنیم؟ چون برای دوستانی که حالا میشه گفتش دارن طلا، ما مجبوریم اول دلار رو تحلیل کنیم تا بفهمیم طلا چی میشه. دقت کنید دوستان، شما یک حرکت صعودی تو تتر دارید که تا محدودهای 190 192 تتر صعودی تر از دلار فکر میکنم، یعنی حالا دلارش همون محدوده های 182.3 میشه. درصدی بخوایم حساب بکنیم حدوداً 10% میشه و 10% 15% طلای 20 تومن میشه 2 تومن، یعنی میشه 22 میلیون 23 میلیون. به نظر من یه موج دیگه داره و برای امسال فکر میکنم که حتی در کوتاه مدت هم بتونه آروم آروم تهش باشه. ولی خب نکاتی که بهتون گفتم رو مد نظر قرار بدین. و این بود دوستان از لایو وبینار این هفته‌ای که ما میخواستیم برگزار بکنیم. یه قولی هم به دوستان ما امسال داده بودیم جهت اینکه بخوایم یه کلاس حضوری آخر سال رو داشته باشیم. خب دوستان خیلی زیادی ما پیام دادن و درخواست داشتن که ما این کلاس رو برگزار کنیم و ما شرمنده شدیم نتونستیم به قول خودمون عمل بکنیم به چیزی که گفتیم و دلیلش فقط ما نبودیم. خب اینترنت قطع شد، بعدش هم وصل شد، حالمون بد شد و دیدیم که چه اتفاقهایی افتاد و چه رویدادهایی بود که حالا دیگه نمیپردازیم، ولی خب نتونستیم این کار رو انجام بدیم. برای همین ما اومدیم یک کلاس آنلاین طراحی کردیم که هزینه این کلاس آنلاین رو میخواستیم خیلی بالاتر بذاریم، ولی خب دیدیم که اصلا شرایط مناسب نیست و ما هزینه بسیار معقولی رو گذاشتیم و در کنار ثبت نام توی این کلاس ما یک گروهی رو طراحی کردیم و یک کاری رو طراحی کردیم که مخصوص سرمایه گذاری های سال آینده هستش و کارهایی که خودم قراره انجام بدم. و قاعدتا چون سرمایه گذاریه مثل ترید نیست هر روز بیام بگم این کارو کردم اون کارو کردم، شاید ماهی یه بار یا 2 ماه یه بار بگم من فلان محدوده یا فلان میشه گفت خونه یا فلان بازار رو دارم توش فعالیت میکنم، دارم این کار رو انجام میدم و اطلاع رسانی میکنم و میشه گفتش یه همچین کانالی رو هم داریم که دوستانی که توی کلاس آنلاین ما که بدون پیش نیاز هست ثبت نام میکنن میتونن توی این کانال هم به مدت 1 سال حضور داشته باشن و کلاس آنلاین خوبی هم هست، کیفیتش در حد کیفیت کلاس های حضوری مونه، مبتنی بر 2 ترم هست. ترم اولش شروع قدرتمندی هست برای تحلیل بازارهای مالی و ترم دومش وارد ترید در بازارهای مالی میشیم و میپردازیم به اینکه چجوری میتونیم ترید بکنیم، چه بازارهایی چه صرافی هایی، و میشه گفتش همون کاری که توی کلاسمون انجام میدادیم رو براتون فراهم کردیم که بخواید استفاده بکنید. اگر تمایل داشتید که توی این کلاس ثبت نام بکنید و حضور داشته باشید، میتونید از طریق سایت یا از طریق پیامی که الان براتون ارسال شد توی این کلاس حضور داشته باشید و توی اون کانال هم که بهتون گفتم عضو میشید. و اگر هم که عرضم به حضور شریفتون دوست دارید واقعا این
روندها و این بازارها رو متوجه بشید چجوری کار میکنه. هیچ پیش نیاز خاصی نداره با همین ادبیات ساده‌ای که من الان توضیح میدم توضیح داده میشه و میشه گفت همه دوستان متوجه خواهند شد. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که استفاده کرده باشین. اگر خواستید که در مورد این کلاس حالا اطلاعات بیشتری هم کسب بکنید میتونید با شماره 3290 5000 تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری هم کسب بکنید که آقا این کلاس چجوری هست و چجوری کار میکنه. کلا شماره ما رو سیو بکنید اگر اینترنت ها قطع شد، هر وقتی که قطع شد، که بتونیم در میشه گفت تماس هم باشیم، چون بعضی از دوستان پرسیده بودن که آقا ما چجوری میتونیم با شما در تماس باشیم. پس برای 100 نفر اولی که ثبت نام میکنن ما دوستان رو در کانال سرمایه گذاری های خودم اضافه میکنیم و همچنین دوره ترم اول و ترم دوم تحلیل و ترید رو هم در اختیارشون قرار میدیم. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که خدا بهم کمک کنه. اون ویدیو هست که میگفت خدا بهم کمک کنه، چون حرف هایی که زدم حرف هایی هستش که یک رسانه با این تعداد مخاطب نمیزنه و نمیاد این روندها رو توضیح بده. چرا؟ چون از فردا صبح قراره بگید چی شد چی شد چی شد چی شد. من میدونم که قراره با من چی کار بکنید و من با اینکه میدونم میگم. و چرا میگم؟ چون خیلی ها با حرف من امسال خونه خریدن و همین برای من کافیه. همین که یه نفر، مثلا فرض کن یه نفر، خیلی ها بودن با حرف من امسال خونه خریدن و خیلی خوشحالم. انشالله که امسال هم حرفم درست در بیاد. این صادقانه چیزی بود که میتونستم بگم. پس میبینمتون، حتما توی کلاس ثبت نام بکنید. توی کانالی که بهتون گفتم هم پس از ثبت نام عضو میشید و امیدوارم که موفق و پیروز باشید. فعلا خدافظ. جمعه شب هم بیاید، ببخشید یه شنبه ساعت 22 هم بیاید لایو. اون لایوی هم که برگزار میشه ما اونجا روندهای کوتاه مدت تر رو میایم مورد بررسی قرار میدیم.